فرانکی، نه ماموریتی نه کاری، دیگه خسته شدم از این وضعیت. یه کاری انجام بدی. آره ترور، منم از این وضعیت خسته شدم، ولی خب ما که نه پول و سرمایه‌ای داریم نه کاری اصلا بلدیم. به نظر من فرانکی بزنیم تو کار شکم. حاجی این چه کاری آخه؟ یعنی بزنیم تو شکم مردم؟ چی داری میگی فرانکین؟ یعنی میگم بزنیم تو کارهای چیزای خوردنی خوراکی، اینجور چیزا جواب میده. آهان آره، بریم سوپرمارکت بزنیم، تازه میگن سودش هم خوبه. بیزنس. نه فرانکین، سوپرمارکت کلی جنس و لوازم میخواد، ما فقط پول نداریم که. به نظر من بزنیم تو کار ساندویچی. ساندویچی؟ آره اونم بد نیست، ولی خب ما که اصلا بلد نیستیم. فرانکین من یه چند ماهی پیش یه نفر قبلا کار کردم، یه چیزایی بلدم. بلند شو بریم. برو به به، اولین دکه ساندویچیمون هم خریدیم و کارو شروع کردیم. فقط یه چیزی تربه. چه فرانکین چی شده؟ بابا گفتم نگران نباش، من کار بلدم دیگه، میتونم ساندویچ درست کنم. نه حاجی اصلا کاری به اون ندارم، ما تقریبا همه پولمون رو بابت خرید این دکه ساندویچی دادیم. تو چطوری تونستی مواد اولیه و اینجور چیزا بخری؟ منظور دوست ساسیس ماستای حاجی، اینا رفتم توی مغازه، تاریخ مصرف گذشته بود، از اون خریدم. خجالت بکش. تربر این چه کاری آخه؟ مردم میخورن مسموم و مریض میشن. بیخیال فرانکین، پولو بچسب. ای بابا هوام تاریک شد، از صبح تا یه دونه مشتری هم حتی نداشتی. تربر جمع کن بریم بابا، هیچ کسی نیومد، از صبح تا اینجایی. حالا یکم دیگه ساعت شش فرانکین، شاید یه نفر برای شام بیاد اینجا ساندویچ بخوره. سلام ساندویچ سوسیس هم داری؟ گپ سوسیسیه. تربر یه مشتری اومد. بله آقا الان براتون آماده می‌کنیم. روز اول که کلاً یه دونه مشتری داشتیم، اما روز دوم یکم اوضاع بهتر شده و 2-3 تا مشتری برامون اومد و خلاصه همه چیز داشت خوب پیش میرفت تا اینکه ایول ترور امروز به نسبت دیروز خیلی خوب بود و 3-4 تای مشتری داشتیم. کلا من حساب کردم $70-80 به جیب زدیم. تازه فرانکی فکر کنم 1-2 ساعت دیگه هم وایسیم بازم مشتری بیاد. آخ آقا دلم درد گرفت، این دیگه چه ساندویچی بود به ما دادی؟ داره حالم بد میشه، همین فردا میرم ازتون شکایت میکنم. ترور گاومون زایید، گفتم این سوزیس کالباسای تاریخ مصرف گذشته رو نزن درد سر میشه. زود باش فرانکی، واسه وسایل جمع کنیم از اینجا بریم. به خاطر اینکه ترور ساندویچای خوبی دست مردم نمیداد و اکثر مردم با خوردن اونها مریض میشدن، مجبور بودیم هر چند وقت یه بار جامون رو تغییر بدیم و حدوداً چند ماهی همینجوری کار کردیم تا اینکه فرانکین خداییش فکر می‌کردی تو این چند ماه انقدر پیشرفت کنیم و به جای اون دکه ساندویچ فروشی یه دونه مغازه اجاره کنیم؟ آره ترور، حالا درسته که خیلی مغازه بزرگ و لاکچری نیست، ولی خب بهتر از اون دکه ساندویچ فروشیه و یه قدم بزرگ و یه پیشرفت حساب میشه. فقط فرانکین یه چیزی اینجا بگن از ساندویچ و اینجور چیزا میتونیم غذا هم به مردم بفروشیم. حالا به نظرت اینجا چه غذایی بفروشیم که مردم اینجا خوششون بیاد ازش استقبال کنن؟ ترور به نظر من بزنیم تو کار غذای ایرانی، اینجا از اینجور چیزا خیلی خوششون میاد. آره فرانکین فکر خوبیه، فقط یه مشکلی هست، برای درست کردن کباب و اینجور چیزا گوشت میخوام که الان فعلا نداریم. و اشکالی نداره ترور، ببینیم میخریم دیگه. یا داخل مغازه رو میگم به بچه‌ها نشون بدیم، بچه‌ها اینجا یه سری یخچال و یه سری وسایل برای ساندویچ و اینجور چیزا داریم. اینجا هم که برای میز مشتری و اینجور چیزاست که ساندویچ یا غذاشون رو بهشون تحویل میدیم، اینجا هم که پولش حساب میکنیم. خب ترور بریم دیگه، منتظر چی هستی؟ بریم یه سری گوشت و مواد اولیه بخریم. نمیشه فرانکین، یه مشکل بزرگی هست. ما همه پولمون رو برای اجاره مغازه دادیم و الان دیگه عملاً هیچ پولی نداریم. خب حالا چیکار کنیم ترور؟ برای درست کردن کباب گوشت لازم داریم. نگران اون نباش فرانکین، من درستش میکنم، فقط برام یه بانه جور کن. دیگه رسیدم. خوب شد این سیمیون نیسان رو داد بهمون، وگرنه کلی کارمون سخت‌تر میشد. باید بگردم دنبالش. قبلا اینجا دیده بودم و حالا هرچی میگردم نیست. ای بخوش که شانس، حالا که لازم داریم پیدا نمیشه. باید هر جور شده یه دونه پیدا کنم. مثل که یه چیزی اونجاست، بذار با دقت ببینم. پیدا کردم یه خر خیلی خوب و خانواده دار. زودو شابیف ببینم، عجب خریه چرا حرکت نمیکنه؟ رابیف ببینم. بیا پایین ببینم، هیچ میدونی من کی هستم؟ من خر شریکم، اگه شریک بفهمه سوار من شدی تو رو زنده نمیذاره، برو کنار ببینم. شریک دیگه کیه؟ همونجا واسه ببینم وگرنه باید شریک میکنم. عجب خر پررویه،
تو بزار باشیشو ببینم. من یه خیلی سخنگو هم کلی ارزش دارم. هرچی میخوای باشی باش، من گوشتو لازم دارم. A few moments later. خوب باش، برو بالا ببینم. من خرد پررویی تو ندیده بودم. چیکار میخوای بکنین؟ یعنی میخوای منو بکنین؟ خیلی آدم سنگدلی هستی. نه اون بعدم که فکر میکنی آدم بدی نیستم. میتونی به عنوان آخرین آرزوی قبل مرگ یه چیزی از من بخوای. هر کی بخوای باید برآورده میکنم. Meanwhile من که باورم نمیشه. یعنی آرزوت همین بود که به جلوی ماشین بشینی؟ آره، من در تمام طول عمرم پشت وانت بودم. دوست داشتم برای آخرین روز زندگی بیام این جلو، ولی خداییش خیلی حال میده. یه آهنگی هم بذار این آخرین روز زندگی رو صفا کنیم. باشه، بذار بریم که قراره کلی کباب باید درست کنم. این وضعیت درست نیست آقا. آقا با چی شد این غذای ما آماده نشو؟ بله یه چند لحظه صبر کنید، الان اوکی میشه. ترور چیکار داری میکنی؟ او مشتری‌ها منتظرن. همه از این کبابی که درست کردی خوششون اومده و بازم سفارش دادن. ببین صبر کن، دارم درست میکنم دیگه، چند دقیقه دیگه آماده میشه. حالا اصلا نگفتی ترور گوشت از کجا خریدی؟ ما که اصلا پولی نداشتیم. حالا داستان داره، بعدم بهت میگم. خجالت بکش. هر روز مشتریامون داشت زیادتر میشد و همه داشتن عاشق کبابای ترور میشدن. انقدر سرمون شلوغ شده بود که حتی تصمیم گرفتیم یه آشپز دیگه هم استخدام کنیم. خیلی خسته شدم. تو ادامه بده، من یه استراحت کنم، الان برمیگردم. خیلی کار خسته کننده ایه. از صبح تا رفت اجاق گازه. خب فرانکلین اوضاع چطوره؟ حاجی عالیه، حتی وقتی میکنم از مشتری‌ها پول بگیرم. خیلی فروشمون زیاد شده. بیزنس دیدی گفتم بزنیم تو کار غذا کارمون میگیره، چک کردی؟ آره ترور دمت گرم. فقط داستان این متنی که پشت شیشه نوشتی چیه؟ نوشتی کباب با گوشت 100% گوسفندی. نه نوشتم کباب با گوشت، بعدش نوشتم 100% گوسفندی که فکر میکنه این گوشت گوسفندیه. شما دو نفر باز نشستید. زود باشید بشینید و دستاتون رو بذارید روی سرتون. جناب سرباز چی شده؟ ما که کاری نکردیم. شما به جرم درست کردن غذا با گوشت خر و فروش اون بازداشت هستید. الانم زود باشید، باید برید زندان. این چه کاری بود کردی ترور؟ همینو می‌خواستی؟ انداختمون گوشه زندان. من چه کنم که خب گوشت گرون بود دیگه، مجبور شدم. عجیبه، واقعا عجیبه. واقعا خری ترور. یعنی خود خری. آقا تو رو خدا من آزاد کن، من روحم از این قضیه خبر نداشته. حرف اضافه نباشه، تو هم شریک جرم حساب بشی. باید 2 ماه توی زندان بمونی. 1 سال بعد. خب دیگه رسیدم. اینم از رستوران زیبام. اصلا فکرشو نمی‌کردم بتونم یه همچین ماشینه بخرم. برم زودتر که امروز کلی مشتری داریم. خب اینم از رستوران. این ماشینم دیروز بچه از سیمیون خریدم، خیلی ماشین باحالیه. اینم که ماشین تروره، فکر کنم از من زودتر رسیده. بریم که زودتر کارهای رستوران انجام بدیم. 2000 years later. خب مایکل همه چیز آماده و اوکیه؟ آره فرانکلین، خیالت راحت، همه کارا رو انجام دادیم. پس خیالم دیگه راحت باشه مایکل، چون مهمونات تا چند ساعت دیگه میرسن. آره فرانکلین، خیالت راحت باشه، همه کارا دقیق و منظم انجام شده. باشه پس من رفتم طبقه پایین، مهمونا اومدن، حواست باشه. خب بچه‌ها مایکل هم آوردیم توی رستورانمون. حالا داستان چیه؟ ما توی این 1 سال تصمیم گرفتیم که دیگه کلا خلافو بذاریم کنار و توی کارمون کارهای غیر قانونی اصلا انجام ندیم. بدون سرا. و به قول معروف یه نون حلال ببریم سر سفرمون. و بچه‌ها توی این 1 سالی که با ترور کار کردیم تونستیم یه همچین رستوران خفنی بسازیم که توی شهر حسابی معروف شده. اینم که بچه‌ها دیگه همتون میشناسید، جیمی پسر مایکل، چون اینجا موسیقی زنده هم داریم. به به. اما فرانکلین پس این مهمونای ویژه‌ای که گفتی کی میان؟ دیگه الاناست که سر و کله‌شون پیدا بشه. راستی تو برای امشب آماده ای؟ آره اما فرانکلین چند باری تمرین کردم و کاملا آماده‌ام. حضرت عباس داری دروغ میگی.
خوبه، پس مهمون اومدن میخوام حسابی بهتره کنی ها. من رفتم. بچه‌ها بریم بقیه جای رستوران هم بهتون نشون بدم، چون این رستوران بچه‌ها خیلی بزرگه و کلی هم جا داره. الان میخوام برم قسمت آشپزخونه‌ش رو بهتون نشون بدم که اونجا هم خیلی خفنه. از همین اول بچه‌ها بخوام بهتون نشون بدم، اینجا قسمت مواد اولیه و گوشت و سبزیجات تازه‌مونه که هر روز برامون کلی بار جدید میاد. اینجا هم که غذا که آماده میشه از این دریچه میدیم میره توی خود رستوران. تکنولوژیا. و اینجا هم یه یخچال خیلی بزرگ داریم که البته بچه‌ها اینا همشون دلسترن، یعنی فکر بد نکنید. خدایا شکر ای خدا. ترور غذا تو چه مرحله‌ای هستن؟ فرانکلین همه چی عالیه، چند مدل غذا پختیم، سوپ هم داره آماده میشه. عالیه، فکر کنم تا چند دقیقه دیگه هم مهمونا برسن. بریم زودش بیام، مثل که مهمونا اومدن. باید بریم زودتر بهشون خوش آمدگویی بگیم. قربان مهمونا رسیدن، چیکار کنیم؟ شما بیاری؟ نه چند دقیقه صبر کن، بریم باشون سلام و احوال پرسی کنیم بعدا. بریم زودش بیا. اولیش بچه‌ها اسپایدرمنه. سلام آقای اسپایدرمن، خیلی خوش آمدید. سلام آقای فرانکلین، دفعه قبل که اومدم رستورانتون حسابی غذاتون خوشمزه بود، تصمیم گرفتم دوباره امشبم بیام. خیلی باعث افتخاری که ما رو انتخاب کردید. فرانکلین مرد انجام ازش بگو چجوری کار می‌کنه. چی تو بریم گیتر ببخشید من الان میام خدمتتون، الان میگم غذاتونم بیارم. من برمیگردم فعلا با اجازه. بچه‌ها اینم شریکه، بریم باهاش احوال پرسی کنیم. سلام آقای شریک. آقای شریک شنیدم که خیلی ناراحت هستید، به خاطر غذای اینجا بوده؟ نه غذای اینجا که عالیه، راستش برای خرم خیلی ناراحتم، چند وقت پیش کشته شده. اگه بفهمم چی کسی خرمو کشته خودم با همین دو دستا میکشمش. فرانکلین پس اون خرس و خنگوی برای این بوده؟ چی؟ شما دو خیلی مشکوکید، نکنه شما خر منو کشتید. وایسید ببینم. خب بچه‌ها نمود از شغل رستورانداری فرانکلین. اگه دوست دارید بازم با فرانکلین بریم و شغلای دیگه رو امتحان کنیم، حتما لایک‌های ویدیو رو به بالای 10000 تا برسونید و داخل کامنت ها هم شغل مورد نظرتون رو بنویسید. دوستتون دارم خیلی زیاد. ویدیوی بعدی میبینمتون.